توجهتون قرار گرفته باشه. خدا یار و نگهدارتون. خب خسته نباشید. بازی رو استقلال برد. ما خیلی فرصت داشتیم، حدود 1 دقیقه 2 دقیقه فرصت داریم. آیا هاشمی آدم بگید نیم دوم بازی بهتر شد یا نه؟ نه، به نظر من بازی بدتر شد نسبت به نیمه اول. نیمه اول 2-3 تا موقعیت گل برای ملوان، 1-2 تا موقعیت شوت برای استقلال دیدیم، ولی نیمه دوم سطح بازی بسیار پایین اومد و چیزی تغییر نکرد در واقع. اصلا کلا تعداد پاس سالم میشد خیلی راحت، اصلا از 5 بیشتر نمیشد، خیلی به سختی از 5 بالاتر میرفت. بله، متاسفانه کار گروهی که به هیچ عنوان نبود و حفظ توپ گروهی حد اکثر 4 تا یا 5 تا پاس به هم میدادن و توپ از دست میدادن. چند تا ایمیل هم اومده. آقای علی کریمی از بلژیک گفتن تیمایی که 3 بازیکن در اختیار تیم ملی میذاشتن بازیش عقب میافتاد، مگه این تیم‌ها بازیکن رزرو ندارن؟ آخه اینجا ایرانه، این سری قوانین است مخصوص خود ماست. حیدر علی از تاشکند چه تاکتیک استقلال در برابر تیم‌ها یکسانه؟ تاکتیک بود این بازی داشت؟ نه، سیستمی که از روز اول انتخاب شد، یعنی برای هر بازی فکر نمی‌کنم تاکتیک خاصی بذارن. از روز اول تصمیم گرفته شده به این شکل فوتبال بازی کنن، دنبال موقعیت باشن، نتیجه بگیرن. و محمود نازی از آلمان گفت امیر جان خیلی خوشحال شدیم بعد سال‌ها شما رو دیدیم. خیلی ممنون آقای هاشمی مقدم، لطف کردید تشریف آوردید. ساعت 4:58 دقیقه است به وقت ایران. به اتفاق امیر هاشمی مقدم و سایر دوستان در برنامه گزارش ورزشی همتون رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.